درود شالگل خوش هستم با خبرهای تازه 12 سپتامبر و شما را از استودیوی رادیو آزادی از پروگرام روی میکنم. در برنامه امروز این موضوع را دارم. پرزیدنت انتقاد کرد به درها مهر زدن. سرتارشخانه ها و دندان پزشکی ها در تاجیکستان زیر ذره رفتند. شکایت از کاری آنها کم نیست. یگام چه استفاده نبودن دندانی من کندن به همین دند چشون اپاراتشون من در همین کسل گیپاتیتا گذراندم. بزرگترین مشق‌های مشترک نظامی در شرق دور نظامیان روسیه و چین مدت یک هفته نیروی خود را نمایش می‌دهند. و همه با کنسرت برنامه هنری شام دوستی آوازخوانان تاجیک و ازبک در ورزشگاه شهر وحدت هزارها نفر را جمع آورد. خرسند هستیم. دوستیم ما ابدی باشد. همیشه بین همدیگر رفاقت کنیم. شما به خانه ما مهمانی بیایید، ما به خانه شما. سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو به تحقیق مناقشه چند عضو هیئت حکومت تاجیکستان و مخالفین پرداخته است. کشمکش بین طرفها روز 11 سپتامبر اتفاق افتاد. در پی این ماجرا عاملان از شرکت در جلسه های بعدی سازمان دور کرده شدند. نمایندگان حکومت مناقشه دیروزه را تفتیه نام بردند و در همین حال 3 نماینده مخالفین باعث جبر دیده به پلیس ورشو شکایت کردند. جلسه سالانه حقوق بشر در پایتخت لهستان امروز به کار خود ادامه داد و تا 21 سپتامبر جریان میگیرد. در ناحیه حصار چند نفر به بیماری سوختنی گرفتار شدند. ساکنان دهه حسن‌آباد میگویند آنها از خون گاو بیمار سرایت یافتند. برخی از آنها تا هنوز در بیمارستانند. گاوهای بیمار را سوزاندند تا بیماری در بین دیگر چربا و مردم پهن نشود. سربیناز روح الله و شهلای عبدالله به دهه حسن‌آباد رفتند. همسر گریز بویف 16 روز اخیر در بیمارخانه است. با او گفتند که گرفتاری سیاه زخم شده است. آوردگم 2 کیلو گوشت آوردگی. اما یک وقت آمدم بعدم چلیک سیاه شده است. چلیک سیاه شده. بعد همه خیلی دم می‌کرده. رنگی همین چشم می‌آوردم بری همین سیاه شده. خیلی چی می‌شده؟ او ایتاز سال بگم زردو میگیره. بعد دیدم که وضعیت دستشون بزی. من گفتم خیر روید یک دکتر بنشون دیکنید. خانواده گریز بویف تنها نیستند که بعد از ذبح و استفاده گوشت گاو مریض به این بیماری سرایت یافتند. در دهه حسن‌آباد حصار دست کم 10 نفر با این بیماری در بیمارخانه سرایتی ناحیه بستری شدند. 8 نفر این گاو با یگان بیماری اومده بود. چه بود که بیماری هم نبود. یگان خیلی بیماری هم نداشتن. آوردن گفتن بیمار است. بعد دیمبورا گاو کشتن و گاو خودش غلطی. بعد کشته فروختن. بعد اومده دیدن که 10 روز پس بعد فهمیدن. گرفتاران این بیماری میگویند گوشت گاو بیمار را نخوردند و ظاهراً بیماری در نتیجه آلودگی به خون گاو بیمار به آنها سرایت کرده است. 4 روز پس احساس کردم. بعد شد. بعدش 4 روز پس بعد آیسته مابین 12 روز کلان شد. همین قش شد. ایجاد نشده. بالنیسه رفتیم خیلی خوب دیدن همین خیلی او کلاکی کردن دیگه این پنجشوی نمیمونده. اما طبیبان وجود همگونه خبرها در مورد گرفتاری ساکنان دهه را به بیماری سیاه زخم رد میکنند. 8 نفر مراجعت کردگی مخصوص کورپاشوها هست. با باز مخصوص از زخم ها میشد که همون سری وقت اگر و نگاهبین نکنید و چی نکنید این کتی هم زخمی سرایتی پوست میشد. ما گمانبار گفته همین چیزا گرفته توبت کردیم یگان تاش تصدیق خودش نیافت. در بیمارخانه سرایتی ناحیه بیماری را یک زخم ساده میدانند. اما همسر گریز بویف در یک تماس تلفنی گفت طبیبان تاکید کردند که درباره این بیماری با خبرنگاران صحبت نکنند. بعدی اومدن رفتن شما قشلاق ما رفتن هم خیلی چیزی گفتن که وای خوجین من از جنگ کرد گفت که آخه چی یگان گپی زیادی نگو. من گفتم حقیقت باید روی آب باشه. مسئولین وزارت تندرستی و خدمات سانیتری و اپیدمیولوژی تاجیکستان از این حادثه اظهار بیخبری کردند ولی گفتند در صورت ثابت شدن درستی خبر آن را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. دیروز با جلب هزاران نظامی، 10 کشتی و 10,000 زیرپوش در شرق دور روسیه تمرین آغاز یافت. چنین مشق نظامی در تاریخ روسیه نمونه ندارد. بار آخر تمرین بزرگ سال 1981 در زمان اتحادیه شوروی برگزار شد ولی در مقیاس با این آزمایش‌ها برابر نبود. درباره هدف تمرین کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
در روسیه بزرگترین تمرین‌های نظامی در تاریخ این کشور و در نزدیکی‌های مرز چین آغاز یافت. در آزمایش‌های یک هفته‌ینه 300,000 سرباز نیروی ارتش کشور خود را نشان می‌دهند و به آنها سربازان چینی نیز همراه می‌شوند. چین و روسیه در گذشته مشق‌های نظامی مشترک برگزار کردند، اما نه به مقیاس آزمایش‌های وستاک 2018 که علامت همکاری‌های نزدیکترین نظامی دو کشور است. عین زمان روسیه می‌خواهد به چین نشان بدهد که توانایی آن را دارد قلمروهای وسیع کم اهالیش را در شرق دور محافظت کند. مشق‌های نظامی وستاک 2018 در زمان صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین روسیه و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی اوج گرفتند. این پیمان و امریکا که در منطقه آسیا و اقیانوسیه حضور نظامی قوی دارند، گفتند که جریان آزمایش‌ها را نظارت می‌کنند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه عکس ماشین‌های نظامی را نشان داد که قطارها آنها را می‌برند. همچنین نوارهای تانک و ماشین‌های زیره‌پوش و هواپیماها را نشر کردند. آزمایش‌ها روز 11 سپتامبر شروع شد و تا 17 سپتامبر ادامه می‌کند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات بهداشتی تاجیکستان به تفتیش سرتراشخانه‌ها و دندانپزشکی‌های کشور شروع کردند. با این ریدها انتقاد رئیس جمهوری کشور باعث شد که گفت در بعضی از این مؤسسه‌ها معیارهای تازگی و سانیتاری رعایت نمی‌شوند. تنها در یک هفته اخیر با همین سبب به در چند چنین نقطه مهر زدند. در یکی از ریدها روز 11 سپتامبر برای یوسفی هم اشتراک داشت. شرایط سانیتاری ایجاد جوابگو است. برای شستشوی دست یا که دیگر و با آب تامین نشدن، برای بی‌ضرر کردن اسباب‌های کاری شرایط ندارد. با همین سبب مقامات بهداشتی در دوشنبه چندین سرتراشخانه را بستند. بعضی از سرتراشان اعتراف می‌کنند که شرایط جای کارشان مطابق با معیارهای بهداشتی نیست. موافق نیستن که اصلاح می‌کنیم. ремонт میکنیم، تازه میکنیم. حاضرش من نبود. خلار خیلی داشتیم. اکنون میگیریم همونجا وای میکنیم. نه تنها در سرتراشخانه ها بلکه چندین کاشانه حسن و دندان پزشکی ها را هم مهر زدند. سبب این اقدام را پیشگیری از احتمال پنهان شدن بیماری های سرایتی به مثل زردپروین، ویروس نوراسایی مسئولیت بدن مینامند که با واسطه ابزار طبی و سرتراشی هم میگذرد. از جمله 15 عدد سنجش ها در کاشانه های حسن، در سرتراشخانه ها، در حجره های استوماتولوژی گذرانده شده. 9 عدد کاشانه حسن، سرتراشخانه ها، 4 عدد حجره استوماتولوژی با سبب رعایت نکردن طلبات های مقرر گردیده فعالیت آنها بازداشت کرده شد. اما هنگام سنجش دندانپزشک‌ها میگفتند که تمام شرایط بهداشتی را رعایت میکنند. یکی از کارافتادگان آنها با گفته این طبیبان باور ندارد. میگوید بعد معالجه دندانش با زردپروین گرفتار شد. با همین اسبابای افلاسشان حتی پریچتکی هم پوشیدگی نبودن، یگام چی هم استفاده نبردن، دندانی من کندن به همین چشون اپاراتشون. من در همین کسل گیپاتیتا گذراندم. من نفهمیدم. بعدی 2014 شوهری من هم دندان کردن و یا گذاشتن ای دنیا رفتن ایسا به همین کسل گیپاتیت. این حاضر من هم همین کسل دا گرفتار شدگی. وزارت تندرستی میگوید سال 2017 4 نفر شکایت کردند که هنگام معالجه دندان با زردپروین گرفتار شدند. گذشته از این در میان هزاران گرفتار بیماری ویروس نوراسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان صدها نفری است که ظاهرا یا در سرتراشی یا چنین جایهای دیگر با بیماری آلوده شده اند. تفتیش در این مؤسسه ها بعد آن شروع شد که هفته پیش رئیس جمهور امامعلی رحمان فعالیت دندانپزشک‌ها و سرتراشخانه و کاشانه‌های حسن را تنقید کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان دهه در منطقه دوردست قرقیزستان که تا 12 سال پیش مکان آباد و سیرودن بود به آینده خوب این مکان امیدوار شدند. هرچند فعلا شرایط سازگار برای زندگی اهالی کمانده وجود ندارد، اما وعده یک شرکت چینی برای رشد سیاحی در این منطقه دیدنی مسکنان آن را تا یک اندازه خوشبین کرده است. این محله قرقیزستان نمیخواهد خالی و متروک باشد. انلیچک در نزدیکی مرز چین امیدوار است آباد می شود. این دهه دوردست فقط یک راه دارد.
در تابستان و زمستان اینجا کار زیاد است. سنگ ها در راه می ریزند. ترمه می آید. این لیچه که سال 1970 بنیاد شده است یک زمان جای آبادی بود. Кроме работы у них ничего не было. Здесь ничего не было. Все остановился. مردم در اینجا کار داشتند. بعد همه چیز از بین رفت. بسیاری از مردم به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها رفتند. از اینجا سرب و والفرام استخراج می‌کردند. تا سال 1996 تا زمان بستنی کارخانه در اینجا 1000 عائله بود. اینجا فقط 30 عائله مانده است. بعضی‌ها خانه‌هایشان را با تپه گرم می‌کنند. برای پیشبرد زندگی خشت و اشیای خانه‌های خالی را می‌فروشند. ما از اینجا رفته چیکار میکنیم؟ والدان ما از زمان شوروی اینجا بودند. برای همین در اینجا ماندیم. یک شرکت چینی می‌خواهد استخراج کان انچلیک را از سر بگیرد، اما مردم زیاد خوشبین نیست. برنامه آنها دیگر است و رشد سیاحی. آنها می‌خواهند سیاحان و کوهنوردان را به اینجا جلب کنند چون جای دیدنی است. می‌خواهیم مکتب سیاحی باز کنیم و بچه‌ها را راه بلدی قایقرانی آموزش دهیم. بهتر است منتظر نشویم و این کار را کنیم. استفاده از زیبایی طبیعت انچلیک می‌تواند راه برای آبادی محله باشد. و روزی گذشته در کلانترین میدان ورزشی شهر وحدت کنسرت شامی دوستی برگزار شد. مسئولین میگویند تعداد بینندگان بیشتر از آنی بود که انتظار داشتند. در این برنامه هنری آوازخوانان شناخته تاجیکستان و ازبکستان دعوتی بودند، از جمله سوینچ مومینова که در بین مخلصان تاجیک طرفداران زیاد دارد. نوبتی دراز برای کنسرت سوینچ مومینова. هزاران نفر شام 11 سپتامبر در شهر وحدت منتظر ورود به کنسرت شام دوستی بودند که در آن آوازخوان جوان و شناخته ازبکستان حضور داشت. مقامات میگویند میدان 25,000 نفری کاملا پر شد. بعد گرم شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان بار سوم است که سوینچ مومینова در شهرهای گوناگون تاجیکستان کنسرت می‌دهد. خورسند هستیم. دوستی ما ابدی باشد. همیشه بین همدیگر رفاقت کنیم. شما به خانه ما مهمانی بیایید، ما به خانه شما. ما از این خورسندیم. همیشه دوستی باشد، تنجی باشد. ما از این چیز خوشحال میشویم. شوندن خورسند بولم. در این کنسرت به غیر از سوینچ چند سراینده تاجیک از جمله نیگین امانقل و جانبک مراد، شبنم سوریا و فرزان خورشید نیز هنرنمایی کردند. کنسرت سوینچ هفته قبل وقت سری زبانها شد که مقامات وحدت از امام خطیبان خواستند نمازگزاران را به خرید چیپ‌های کنسرت تشویق کنند، ولی شب کنسرت حضوری روحانیان مشاهده نشد. همه با دل خوش آمدند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت به یگان نفر فشار نآورده است و به زوری ما به یگان شهروند چیپته را به فروش نگذاشته ایم. برخی چیپته ها را در ورزشگاه و برخی دیگر در اداره های دولتی خریدند. چیپته خریدیم، در اومدیم تماشا کردیم، معقول شد. بگذار که همه خیلی کنسرت ها تست شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاری‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بخوانید و تماشا کنید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه‌های رسمی خود را داریم. من فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما بیننده عزیز باشید.